گهگاهی هم خراب. Oh my god, this just fucking bitch. 1000 کن پول نقدش. پس دیگه 10 گرفتم دیگه، تموم دیگه. اینجا رو بزنیم به جلو. من شما دیگه الان یک کبله که بخوام بگم اوه نه عجبه هیکلی یا چی خدایی. آقا رضا هستن ایشون چه آقا رضا رو خدایی دختر بودم نش من آدم خونگرمی هستم. خیلی خونگرمی مهمه. سعی میکنم با مردم زود خوب اخت بگیرم. اختم میشه. تو سیس آقا رضا برنامه کنیه، یعنی مثلا یه پیران جذب خوب تنش کنی بفرستیش تو مهمونی رنده شماره ها رو بزنه. این از کسی که بخواد خودشو بگیره زیاد طرفش نمیرم، ولی خب سعی میکنم همرنگ جماعت باشم معمولا. اوه مرسی فیگور پشت بازو کنی رولمن. آدم منطقی هستم، همه چی رو قانونیشو دوست دارم، همه چی رو حتی دزدی. ایشون دزدی رو هم شرکت کننده سوم این گروه هستن. سرکار خانم آذر که همه چی رو قانونی. آذر جون داری لیف میبافی قرونت برم. من دوست ندارم با کسی لج بکنم یا دعوا بکنم. خیلی زیادم اهل رقابت نیستم و مخالف. هر کی تو بفرمایید شام سنش بالای 55 سال بوده این دیالوگو گفته، بعد ببین انگشت بذاری رو مادتت بدوی. اونی که تو بفرمایید شام بالای 55 سالش بود گفت من زیاد اهل رقابت نیستم، فرار کنید از دستش، چون دقیقاً کمترین نمره ها رو همینا میدن. ما هم چشمی با کسی داشته باشم. من به آشپزی خودم 6 یا 7 میدم. دوستای من 10 میدن، از 10 میدن. بله که منو معرفی کردن. به نظر من آشپزی شما 10 از 10. شرکت کننده بعدی این گروه هستن سرکار خانم فرزانه. حالا صحبت میکنم واسهتون، الان سرش شلوغه با این تلفنه. نه همون وری درست بود فرزانه خانم. آدمیم که صبورم، زیاد سختگیری نمی‌کنم، با بچه‌ها با هم کنار میاییم. به نظر خودم آره آدم چی میگن کنار بیا متوسط، نمیشه گفت خیلی خوب یا خیلی بد، متوسطم تو همه چی. دوست دارم همه خیلی صمیمانه باشیم، دوست باشیم، خاطره خوبی بمونه برامون. آره بیشتر اینجور آدم‌ها رو دوست دارم. این خداییش از رو فیس معلومه این بنده خدا و آذر خانوم نمیگم و این خانم رو دارم میگم، معلومه زن خوبیه. من اولیه‌رم روش سفیدم ولی آذر خانوم احساس خیلی خوبی دارم از اینکه سه نفر که اصلا نمیشناسم میخوام امشب ببینم، چند ساعتی رو باهاشون باشم و مشکل دارم. این فکرم که چطوری باهاشون آذر جون باهات روبرو بشم، سر صحبت تو زاویه و امیدوارم اونا هم اینو برام حلش و شب خوبی رو در کنار هم داشته باشیم. واقعا چرا که نه، به قول ندامون ندا داریم ما، چرا که نه خیلی میگه استفاده میکنه. اینجا منزل آرمان هست، میریم با آرمان آشنا بشیم. با خیلی دوست داشتم که این آلبوم خانوادگی رو آرمان کوگول نشونتون بدم. بچه آرمانم برای من تمام سفید تو سایدم، من تو سایدم و خانواده‌ام، خانومم، دخترام. بالای آلبومم عکس بابا و مادرم هست که عکس عروسیشون حاضر. اینجا هم که جوون بودی آرمان، دومادم و خواهرم و بچه‌هاش هستن. ترکیدی رنده تو زدن ترکیدی. اینجا با خود من و ملودی خانواده حال حاضر من اینجا. باقیشون که همه توی چیز برات بگیرم. عذرخواهی میکنم بچه‌ها یه دقیقه دقت کن. این اگه رفت ایران زندگی برو بعدش هم برو ساعتم دیگه برو خرید گوشته دیگه بریم تو بگیرم برات کادو. شما بریم بعد از من خانم خانم سلام. درود بر شما. خوب مشغول خانم خانم کودکس چنده؟ عذرخواهی این آدامسای کودکستون از شانس ما نفر اولم. ببخش. حالا دیگه الان امتحان می‌کنیم بریم. آشپزیتون حرف نداره. قربون شما هستش، مطمئن باشین که شما دیگه تعریف نکنید. تعریف کنید. ما اینجا با آقای خانم اخوان 10 ساله ما دوست و رفیقیم، رفت آمد خانوادگی با هم داریم
بعدش اخوانو که حالا نمیخوام ارادت داریم تعریف زیاد بکنم، ولی بهترین گوشت و بهترین سبزی لندن و اینجا بیا برو خریدتو بکن آرمان برمی‌دارم. بیا برو خریدتو بکن، تبلیغ اضافی نکن قربونت. ما خودمون اخوانو میشیم دیگه تو مغازه جونم اخوان. همین گوشت رو آوردی؟ گوشت برات آماده کردم همونجوری که خواستی. آی دمت گرم. نامبر 1 نکمه دادی دیگه. خب اون دفعه ما اینجا مگه اومدی 206 بخری؟ گوشت نکمه دادی دیگه چی؟ کسچری. گوشت نکمه دادی. کارش درست. چنجر هم داره. درجه 1 مطمئن باش 10 رو گرفتی. همون گوشت نامبر 1 است که گذاشته بود کنار واسه اصولا قصابا یکم بی‌انصافن تو ایران. چربی مربی آقا این چه مدل صحبت کردن؟ آقا یه بلا نسبتی، ولی اینجا واقعا گوشتاش حداقل چربی نداره. ایران هم مجبورن. بچه قصابا بعد از دیالوگ آقا فرید چی بود؟ خیلی ممنون آقا ناصر. مطمئن باش در رو گرفتی از همشون. خب گارانتی 1000 تا هم بیار سوپر آلمان. اون که اصلا گفتنش زشت بود، اصلا فکر کن جای دیگه خرج کن. همینجا منم یه 1000 تا میذارم روش، دوتایی با هم میام خرج 2000 تا خرج کنم. میگم ناراحت نشد، گفت 1000 تا رو بیار اینجا خرج کن. یه بغض کرد اسم کنم یه ذره. بله چی می‌خوایم برای مهموناتون درست بکنیم؟ کباب، بعد باقالی قاتق و کوکوی مرغ، ما بهش میگیم چخسم کوکو. حاجی کوکوی مرغ نیستم حاجی، من خونه مامانم درست میکنه دعوا میشه سر اینکه چرا پختی. بعد شما حساب کن شب شام دعوتی بفرمایید شام اون سر دنیا، یعنی تو زاویه 180 درجه با ایران قرار داره، بعد تیپ میزنی کت شلوار میپوشی حرفه‌ای میری میرسی به غذای اصلی کوکوی مرغ و خارون میزو گایید و کوکوی مرغ شد غذا. ما تو ایران کوکوی مرغ نمیخوریم، تو اون سر دنیا نمیبینم دیگه چرا کوکوی مرغ. چی منزل فرید خود آرمان برنامه چند باری که دیدم کسایی که اومدن درست کردن، حتی یکیشون من ریدم تو سلیقه آشپزخونه دارید با یه همچین خونه به این خفنی و تم سبز. هودی خودم هم سبزه ببخش عالیه فوق العاده است رنگش بودن انگار که اومدن پیاز زدن. من برام خیلی جای تعجب بود چون نداره اینو. من حتی تو یه دونه از رستورانای لندن هم رفته بودم دیدم یه دونه تشت به این بزرگی داشت پیاز سرخ می‌کرد و ازش سوال کردم برای چیه؟ گفت مال میرزا قاسمیه. گفتم که نداره. گفت خوشمزه‌اش میکنه. گفتم دیگه قابل شما بس. به خاطر همین میخوام اورجینالشو ببینیم غذای امشبمون. ساعت خانمش خوشگله. غذا سینی مزه شایان ساعت رو داری مغازه؟ سرخ شدنن چی یعنی اینا دارن جز میزنن؟ تفتش میدیم. شعله نباید زیاد باشه. بعد زردچوبه چیه اون الان؟ اون الان باقالیه اضافه می‌کنیم بهش. چیه آجی خدای جدی؟ تلخ شدیم که الان که فقط روش یه مقدار لاغابیه اینا چون زردچوبه زیاد طعمشو خراب می‌کنه. آفرین با علم برین اونقدر زردچوبه زدید. پیش غذای خوبی میتونه باشه. کلا من غذاهای محلی رو خیلی دوست دارم. غذای گیلانی هم که باشه باز خیلی دوست دارم. حالا بستگی داره که ببینیم توی سینی مزه‌تون. منم تو رو دوست دارم. چیز غذاهای محلی رو خیلی بوی جداگونه‌ای داره. سبزی زده ولی چون ما اینجا نداریم مجبوراً من چقدر تم سبزشو دوست دارم. تازه کار میکنم که عطر و بو و یه مقداری رنگ سبز خوش رنگی به مثل کابینتا باقالی قاتق میده. خیلی هم بعد خوشمزه. ببین توق جون گفتم رنگ سبز توی نکن کلاه میره تو هم دیگه. خیلی هم خوب بود. و فکر میکنم کسی که اینو درست میکنه باید اهل شمال باشه. بله نه بس اهل اهوازه میخواد باقالی قاتق. بله دقیقاً. خواستم من برینم بهشون شما زحمت موقعی که نگاه میکنه آدم و خودش میاد اینجا خیلی فرق میکنه. فرق فوکوله بدرقم. فرقش اینه که با خیال جمع نمیتونی آشپزی کنی یه جورایی. آها ببین بینندگانش توجه کنی. هم باید حواست به خودت باشه. یه چی راجبه من مجبورم هی پاوز کنم که قانون فریوز رعایت. قبول دارید غذا هر چقدر ظرفش تخمی تر باشه خوشمزه تره؟ هر ظرف اصلا خارج کده شده گوشه آشپزخونه است دارن کبود زده اصلا تفلون نداره بگو رفته یه دستش که شکسته کاوچو فیلم
غذا تو اون خوشمزه تره، تو این ظرفی مرتب و ترتمیز و رنگ و حرفه‌ای. من اونا رو بیشتر هم به حرف زدن باشه، هم مشکل من گیر بهت ندن. اینجوری نیست هر طور با بچهای محل صحبت می‌کنی. بیا اینجا دوربین جونم. گوشتم شد آجی. بابا خواهد چند بار کشام لیزن. میبینی؟ واسه دستکشا زنجیر چرخ ببند. زنجیر رو که دست تور نخوره. اینو الان دیگه میتونیم آبش رو زیاد کنیم. آبش هم زیاد کن، دونش هم زیاد کن. لیوان آب سرد بهتره. انقدر میریزیم که به اندازه یه بنده انگشت بیاد بالا. بنده انگشت چی بشه آرمان جان؟ به اندازه بنده انگشت چی؟ چرا نسیه حرف میزنی؟ آرمان جان عزیزم بیاد روش. حالا بادمجونا رو اضافه میکنیم بیاد به سیر. بادمجونا رو به سیر اضافه میکنیم به همین صورتی که مشاهده میکنین. یعنی بادمجونا سرخ شده یا کباب شده، پوست کنده، بعد داستان دیگه اینو میبینید ساتور کرد و اینها دیگه سیر رو برای هم میزنه. ولی واقعا یه چی بهتون جدی بگم دور از شوخی، غذاهای شمالی واقعا توی لول دیگه قرار دارن. خداییش میگم من اصلا خودم شمالی نیستم، ولی غذاهای شمالی یعنی تو هر اشغالی بگی جوابه، اصلا یه لول دیگه فانتاستیک. خب جان اولین چیزی که برای کوکوی مرغ ما استفاده میکنیم پیاز. مرغ پیاز همون چخنه پیاز رو قبلا من تفت دادم. 4 تا پیازه. 4 تا پیاز متوسط میگیم که گفت پیاز نداره که چی شد؟ حرفتو ببین خوردی برگردوندی. اون قرمزه نگفتی چی بوده؟ ببین الان پیاز و لوبیا سبز فقط گفتی. در آخرم مرغش رو اضافه میکنم. این فوزگریه رو لایی میکشه نمیگه. اون قرمزه بگو چی اگه راستی هستم حاجی. آرمین حاجی من چشم بسته هستم. بخوریم ببینیم چی؟ انشالله که چی؟ خوب باشه. کسی به شما اجازه داد صحبت کنی عزیزم؟ الان کسی به شما گفت حرف بزن بدون اجازه من که ریاکتور این ویدیو هم الان میخوای نکستو بزنم یه ذره بره جلوتر، نتونی دیگه حرف بزنی، نتونی دیگه نظر بدی، نتونی دیگه قور بزنی، نمره کم بدی، بی نماز دلم واسه سوخت. برای غذای اصلی ببینیم غذای اصلی آقا آرمان چی هستش و چطور تهیه میشه. سینی کباب اصلا خوراک خودت خیلی عالیه. از باشگاه اومدی؟ چه نوع کبابی باشه؟ برگ باشه، چنجه باشه، کوبیده باشه یا نه؟ شما کباب مایتابه‌ای هم زیادته دورت بگردم. غذا تو بخور نمره خوبتو بده. چه نوع کبابی ای باشه؟ بابا من پیشبندم بستم چون کار خوب کردی. دستکش فراموش نشه. زنجیر چرخ فراموش کار داشته باشه گوشت اینا بپره. کباب برگو چون باید کوبید. او برگ میخواین بدین بیا. برگو مگه نه سیگار اولین شرکت کباب برگ جرأت میکنن و جلوی دوربین برگ درست کنن. خدایی دمت گرم ولی یه جدی باشیم کباب برگ خیلی سخته. دستکشت کو عزیزم. کباب برگ واقعا کار داره. یعنی کباب برگ خیلی حرفه. آرمان جان یعنی کباب برگ خیلی صحبته واسه. خفه شم. خیلی هم خوب بود به قول عنایت. شبیه لابیا ببخش. هی حواسم پرت میشه. آقا نمال کف دستت رو اون گوشتی قربونت برم اونو میخوای بدی مردم بخورن آخه. فقط به مقداری پیاز میزنیم که عطر پیاز عطر پیاز عطر داره. این نیم کیلو گوش 750 گرم پیاز زدی بهش. عطر پیاز فقط. کباب با نون خیلی خوبه ولی ترجیحاً برنجم کنارش باشه. آره مگه بوفه باشگاه کباب با نون سرو کنم یه چی میندازی کباب با برنج دیگه دورت بگردم. حجم بدن باید بره بالا. خب اینو جون قسمت به شکل گوشت اوریب دوست دارم. گوشت اوریب یعنی کج میبری کسی هم شک نکنه. به به. این آقا آرمان 6 لیک میخوای درست کنی؟ 7 لیک میخوای درست کنی؟ چند لیک میخوای درست کنی؟ اوه اصلا لیک نیست آقا اشتباه شد. گوش کوبیده است مدل 1390ش. خب بچه بفرمایید شما 90 واسه 13-14 سال پیشه این بفرمایید شما که داریم میبینیم
پیر شدیم حاجی، پیر. خب که الان پیاز هم عطر پیاز، این عطر پیاز خیلی مهمه. عطر پیاز غذا بگیره. جدیدن پیازا عطرآگین شده، عطرانگیز شده. دستکش هم که ولش کنید، اون اول سر باقالاقاتون دستکش دستش کرد و بقیه‌اش بیخیال شد. اوکی حالا میریم برای کباب تلش و کباب چنجه. خیلی هم خوب بود به قول اینم پیاز بعد گوشتام اوه چه موادی شد. ای دونم خب اینجوری با روحیات من بازی نکنید. تو رو قربان. ما اینجا بالاخره داریم میبینیم گشنمون میشه. من کونم داره پاره میشه. چه ساعتی داره این خانم شایان؟ غذای مورد این ساعت رو ببین واسه من یه دونه بیا. همه ایرانی‌ها واسه دوست دخترم دارن. اگه همون کبابی باشه که تو رستوران میریم همیشه میخوریم خیلی خوبه، عالیه، غذای بسیار. بچه دقت کنین ابرو اون موقع چجوری مد بوده؟ نخ اینجا رو نکن بهش میگم پاچه بوز. ابرو اون موقع نخ بوده مد. خوبیه. این کبابیه که دیروز درستش کردم و کامل به خودش رفته، یعنی گوشتش هم دیگه این دیگه به خودش رفته تا الان دیگه. ای جونم پنبه است. البته اون دیگه الان کباب نیست، از گوشته. بینندگان عزیز توجه داشته باشید الان که گاهی وقتا همین الان که دارم چیز کار میکنم باورتون نمیشه اصلا یه جورایی تو بگو من باورم من توی این مسابقه شرکت کردم الان. ای بابا در پوست خودت نمیگنجی نه؟ عرض میکردم باورم نمیشه. ای بابا گذاشت بگیم یه جوری باوریش الان دخالت مستقیم دست با گوش نداریم که، پس دستکش لازم نیست. کباب تلشمون هم تموم شد. شیشلیکا رو درون با درون، سینه هم با سینه که یک دست، کبوتر با کبوتر، باز با باز کند همجنس با همجنس خود، لون با لون به قولی. سینه ها یه ور، رونا یه ور. فقط خواهش میکنم سینه ها در بخش رون خودشونو قاطی نکنن که اصلا من سیخ کیمو نمیبینم. ببخش اسخای بینندگان توجه داشته باشن اگه خدایی نکرد. آقا شما خیلی هنرمند هستین گویا در زمین آشپزی، اصلا دستکش هم نمیخواد دیگه. یه فشارم اون و کسی هم شک نکنه. سلطان دستاتو شستی؟ البته بشوری هم فایده نداره اینجوری که تو فشاری مولکولای دستت رفت تو رشته خوش کنه. ولی دیگه حالا شعله‌شو کم کردم دیگه، فکر نکنم مشکلی پیش بیاد بعدش. بله کف ظرفمون رو چرخ می‌کنین. این دفینیتلی یه برنامه برای من نمی‌نویسی؟ این برنامه همون نشه حاجی، تو خیلی هیکلت خوب. کسی باید باشه که گیلانی باید باشه. 100% چی شمالی یا مال گیلان باشه. ناموسن حاجی. 100%. حاجی غیب میگی حاجی تو به کیه؟ شمالی باشن. حاجی تو نویست کیه من بگو. رشته خوشکار معمولاً شمالیا دارن. نوشه جان. متاسفانه راجع به دسر هیچ نظری ندارم. پس بزنیم بره بعد. اسمش اصلا تا حالا بگوشم نخوردم. تا نظر ندید. نخوردم تا حالا. پس شما هم نظر ندید. نخوردم، میرم میخورم، امتحان میکنم انشالله. هر موقع خوردی نظر. جای ما رو هم خالی کنین. دلم شیرینی میخواد. آها ببینین این الان این وری سفید در اومد. رشته خوشکاره آرمان. دست که روون شد. اینو خیلی دوست دارم بچه، ولی جدی این رشته خوشکار رو خیلی دوست دارم تست کنم. اصلا سیسش قویه. هستم سیسشو. چرا قایم شدن؟ اومدن قایم، شوخی دارم با شما. به در و دیوار و گلای قرمز و چقدر ایشون شرکت کن. خیلی خوب. داروغه ناتینگهام که نیومده که. آروم دیگه. فرناز خانم. فری سلام. فرزانه خانم. فرزانه خانم. درود بر شما. خیلی ممنون. اتفاقا رنگ دیواراشون هم میاد این کادویی که آوردین. به به. اینو همینجوری بزنید دیوار کن. من جای تو باشم آرمان همینجوری میذارم به دیوار. حال شما خوب هستین؟ فرزانه هستم. فرزانه خانم، آذر خانم، خانم آجری. وقتی که درو زدم دیدم باز کردن، همون چیزی که توی فکرم تصور میکردم بود و آقای خیلی خوشرو خوشبخت. چشم من خودم صحبت میکنم. ایشون هم شرکت یعنی میهمان آخر آقا آرمان هستن. آقا رضا از باشگاه اومده بدن الان دم کرده گشنه. سلام. درود بر شما. بیاد. دست در نکنه. لطف کردی. خود برو خواهش کنید دیگه. این همون چوپام بود. خیلی خوش آمدید. سلام. فرزانه خانم هستن
اصلا آذرخانه هم خودشون راه رو بلد بودن همین اومدن این بغل نشستن. بفرمایید خواهش می‌کنم. تو رو خدا چه بلند بشین رضا بشین قربون. خیلی ممنون. مرسی ببخشید. گروه من گروه خوبیه، از همشون خیلی راضیم. میگم خیلی آدمای مهربونی باشن، خیلی خیلی. خب شما آقا رضا، من چشم رضا رو گرفته. رضا خیلی خوبه. من این واین باشه. آبجو واین چیه؟ آب خوردن. آب خوردن. خودتون تدارک دیدین ما. آب خوردن. منت قبول میکنیم. چیه؟ صبح نست. آذر خانم از شما بعیده ای بابا. ASMR کردم براتون وسطش. شما براتون. خب همه آب خوردن شدن دیگه. خاک تو سر واین. همشون خونگرم، خیلی خوشرو، خوش برخورد. از نظر سنی فکر کنم به غیر از آذر جون توی رده‌های سنی تقریبا شاید 2-3 سال یا بیشتر بینمون فاصله باشه، خیلی فکر کنم بهتره. میگم شما من فکر می‌کنم دارم خواب می‌بینم، یه جورایی انگار تو این برنامه نیستم. مثلا تو تیوی نگاه میکنه هی خودشو یه جورایی میذاره جای کسای دیگه، یه موقعی ایرادایی میگیره، میگه آقا اون چرا اینجوری شد اونجوری، بعد خودش که میفته تو نه سخته جلوش. حالا میخوام زیر دلتون رو خالی کنم. زیر دلو نه توی دلو خالی. زیر دل کیو خالی کردی آقا؟ ما رو به استرس انداختیم که خودتون ریلکس باشین دیگه. نه دیگه من فردا دیگه کینگم دیگه. شما چون شب اول بود من حقو به شما میدم. سخت بود. ولی به نظر من شب اول خیلی بهتره. می چرا؟ چون شب اول به نظر من بقیه باهات رو در وایسی دارن، سر همین رو در وایسی هم که شده نمره بیشتر بهت میدن. دارم کسشعر میگم به این بقیه‌اش بگم چه کسشعر. ولی قیافه انقدر مهربونه آدم. او مخصوصا آذر خانم خان ماجوری که اون بغل نشسته اصلا عالی مهربون. تو شب‌های آینده شب‌های خیلی خوبی رو در همش خاطره میشه. همش که خانم اسمشون رو نفهمیدم. آذر خانم، فرزانه، رضا، خودم که فریاد بود. دومی که از ما کوچیک‌تر بودن ولی فرزانه خانم آقا رضا رو دیدم خوشحال شدم، گفتم حداقل یه مرد هست تنها نمیمونم. حالا بگید تا ما شروع کنیم دیگه چیه هست. معرفی کنید. کوکوی مرغه که زبون خودمون میگن کوکوی چه خفتمه. کوکوی یعنی توش مرغ با سبزیجات چیز دیگه نداره. نه. زبان گفتید من ترسیدم زبان که نه. زبان خودمون من زبان کله پاچه نمیخورم. من بگم به شما اگه اینجور چیزا توشه اگه زمستون بود درست می‌کردم. 3 نوع غذا گذاشته بود تو پیش غذاش که 3 نوعش هم از غذاهای خود گیلان بود. اینجا یک رستوران گیلانی هم باز شده بود تو لندن. گیلک. من یه دفعه رفتم که برم امتحان نشد شانس شدم. حالوه انگار. تو حالوه رده. شما روز اول که تصمیم گرفتین بیاین تو این برنامه چه انگیزه‌ای باعث شد که قبول کنین یا خودتو؟ والا اولش انگیزه فقط بحث درآمدی بود، بعد رسید به جایی که ما دیگه بالاخره برادر چه انگیزه ای؟ انه چه گیزه ای؟ پول دیگه، پول بردن، معروفیت. اونقدر معروف نمیشن ولی خب چرا دیگه اونقدر شدن که ما بعد 13 سال داریم باشون ویدیو تولید میکنیم. از جونم سیر شدم بود. نیدنی کاش اینه که تو این برنامه شرکت کنیم. گفتم تغرل بیکار نباشه دیگه تا چه که بودی نزم. تغرل مخلص ورزشکارا هست آقا رضا، اختیار دارید. تغرل ترسید آقا. نمیدونم شما چی بود انگیزتون؟ من والا خیلی برنامه رو تعقیب کردم، دیدم یه رشتی نیست. تعقیب حداقل یه جای ایران اون شمالش که همه میرن اونجا حال میکنن و تعریف میکنن شما حداقل تو این برنامه یکی باشه. پس منم از شما تحقیق کنم. من تو این برنامه که دنبال کردم مشهدی نیست. بابا امیرعلی خودمون یه مشهدی همین هفته پیش پخش شد دوباره. نه که جواب ایشون رو شما کپی کنید. نه چیز جدید بگید. من از خودش تقلید کرده بودم. خب من تا حالا برنامه ندارم مشهدی توش شرکت کرده باشه. گفتم از من به نماینده یکی از مشهدی منم اونجا شرکت کردم توی برنامه. شما چی؟
برای چی شرکت کردم. به ایشون گفتیم سوالای سخت نپرسید، نوبت خودم شد. ولی راستش بخوام من یه جورایی مقابل عمل انجام شده قرار گرفتم، چون من اصلا خودم چیز نکرده بودم که تو این برنامه شرکت کنم. پسرم اسم منو گذاشته بود که من بعد از یکی دو ماه پسر داری شما؟ فهمیدم که به تب و لرز افتادم وقتی که فهمیدم اسممو گذاشته. بیشتر به این فکر اومدم که 3 شب خوبی رو داشته باشم با 3 نفر که توی انگلیس زندگی میکنن، تو لندن هستن و من تا حالا ندیدمشون، آشنا میشم. ولی دوست دارم، چرا که نه، یه فانه هم خوبه. 3 تا دوست جدید پیدا کردیم، تجربه خوبی. آذر خانم الان قراره به غذا گیر بده که اتفاق میفته. آذر جون الان به غذا ایران. من نه. آذر ایراد بگیر. آذر دیوونم میکنه. آذر ایراد بگیر. ایمیل کرده بودن. حتما دستپختتون انقدر خوب هستش که دوستا تصمیم گرفتن شما رو بذارن. دوستان همه 10 میدن به. نه بابا آقا تو رو قرآن گندگوزی نکن. هنوز شبت نرسیده، هنوز غذا رو نپختی، نذاشتی جلوشون. بپز بذار ببین چی میگن، بعد بگو آره من رفیقای خودم هم میگن دهی تو. هیچ وقت قبل از اینکه یه کاری رو نکردی، اینو رو واقعا میگم، راجبش صحبت نکنید. تاش میشید آذر خانم. حالا اسپول خواستم که توی این مسابقه دیدین، البته خیلی که این ویدیو رو دارن نگاه میکنن دیدن، دارن به عشق ما نگاه میکنن. چیه این الان؟ این برگه؟ یعنی باهاش میشه داداش اینو میبردی رو زغال میباختی، اینو زحمت کشیدی. همش تخم ماهی، ریز تخم ماهی. خیلی مزه باشه، خیلی هم خوشمزه است. اشبل مثل خاویاره ولی خاویار نرسیده است. تخم توی شکم ماهیه. من خاویارم دوست ندارم. من از غذاهای اینجوری تعریف میکنم، بعد موقع غذا خوردنم خیلی کم میخورم. کم میکنی؟ کم غذاییم شما؟ خیلی. این آقا آرمان ببین چیکار میکنه، گوجه رو تو بشقاب کباب کرد. چقدر قشنگ، چقدر خوشگل. کمه غذاش میشه. جونم من خیلی کمه. سیخاش خیلی خوشگله. اصلا این خیلی کمه به نظر من. اینو ول کردی به سیخش چسبیدی آذر خانم. غذاش کمه. من دلم، من این کممه. من نمیخورم. خیلی جالب. نمیخورم. قدیما توی رستوران ها یه دیزاینایی میذاشتن ولی من همچین دیزاینی ندارم. آجوری جون واقعا حوصلتو ندارم الان. دیده بودم یکم سوال سر این شروع شد، بحث شد که گوشت‌ها همه رو با هم چیده توی سیخ گذاشته پخته یا نه جدا جدا پخته گذاشته، که من گفتم فکر میکنم جدا جدا پخته باشه، چون زمان طبخی که برای یه مرغ میذارن با یه گوشت مساوی نیست. باهوشینا چش نخوری بعد همه رو زدم یه سیخ. نه که دیزاینش کنم، یعنی همه رو با هم پختن نمیشه اونجوری. از اول این مدل سیخش فکر میکنم اینجوری. آخه مرغ زودتر از مثلا گوشت میپزه، نمیتونن همه رو با هم خدایی نها کن. فرزانه نصف این خانم آجوری سن داره، خب خیلی درست گفت، اصلا منطقی گفت، راست میگه. مرغ زودتر از گوشت میپزه. خانم آجوری داره میگه نه این از اول همینجوری گرد هلالی بوده با هم پختن اینا رو. اشتباه داره میگه. این چیز جالب بود، من تا حالا ندیدم که اصلا سیخ کج باشه. نمیدونم حالا خودش با دستش اونجوری کج کرده بود یا نه اصلا از اولش کج بود، ولی خب خیلی خوشگل بود. یه چیز جدیدی بود که من امشب برای اولین بار دیدم. بفهم دوست دارم چی میگن راجع به مزه‌اش. من میگم خوشمزه بود. نه من کردش. من میگم خوب. مرسی دست. کارتون هم محلیه نه؟ بله خیلی عالی. آقا رضا حال میکنم باهات. ورزشکاری کردم خود. حتی واسه مادر جمع کرد. توی قابلمش جمع میشه. بس خوشمزه میشه. شما بالکن دارین سمت آشپزخونه؟ نه. و کجا اینو رو درست؟ تو آون و این کبابم تو ماهی تابه. زنه تیزه ها. موچشو گرفت. خب کباب فضا که ترقیه خیلی راحت. آون بهتره.
اون بقیه ها خشک میکنه یه مقداری. اون سیمیا رو بگیم؟ خیلی خوب در نمیکنه؟ من با همین آبن هپیم. یعنی فارسی رو پاس بدارید بابا. بگید من همه روگاز اوکیم که باز خل شد انگلیسی که تو حرف نزن بابا. مزهش خوب بود. چرا اینجوری نگاه میکنی آزار خانم؟ مزهش خانم اینجوری اساسش رو هم برنجش خوب بود، زعفران روش ریخته. با چنگاره چنگاره چاقو کی برنج میخوره؟ بعد میان کسخلاشو. کباباشم خوب بود ولی گوشتاشو من فکر میکنم که لایه یه چیزی خوابونده بود که گوشتش نرم بود ولی خوب نپخته بود. ما شمالی‌ها پلو کباب می‌خوایم، پلوی کتو و کباب با اشول ماهی و مغز گردو و باقلی خام. یادم رفت بیارم میارم. این جزء یعنی الان اون گردو چجوری رو برنج می‌کنی؟ گردو و آره. گردو و با این خودتون یه دونه بخورین چجوری خب؟ البته خب این اگه خورده باشید این اشبلا شوره. خب نمیدونم شوله. ما که دوست دارم. شمالی آره. آذرجون دوست داشتن گفتن میخورن. من دوست دارم. ولی من نمیخورم. من اصلا تا حالا نخوردم. برای این ترجیح میدم که اصلا نخورم، همین با کباب. ولی خوشمزه است. نخورین از دستتون رفته. اون شما بخور. اشبل که میگن حالا شما بخور نوشی جونت. تخم ماهی که بود من تخم ماهی امتحانش نیستم. کردم یک کمش خوردم. خیلی شوره. اصلا خوشم آره من بعد خوردم چون دوست داشتم. چند بار میخورد؟ طلا نخوردی که؟ خاویار نخورد؟ اشبل ماهی خوردی؟ نوع کباباتون چیه شما؟ چون چند مدل مختلف گذاشتین. یه دونه کباب ترشه. این که سبزی داره توش میاد. همه رو نتونستم بخورم، نه اینکه بگم طعم غذاش بد بود، نه، ولی خب جا نداشتم چون که استارترم خوردم سیر شدم. ولی روی هم رفته غذاش خوشمزه خیلی بود. اشغال تو ایرادی که داشت خیلی فکر کنم نزدیک 35 دقیقه یا 40 دقیقه کشید تا این غذا رو آماده کنن. البته چون کبابه خب قطعا طول میکشه که بپزن. من فکر میکردم که ایشون رو زغال میخواد درست کنه. باید رو زغال میخواد. خود من اگر فاصله بین پیش غذا و غذا طولانی بشه دیگه میلی به خوردن غذا ندارم، یه جورایی انگار اشتهام کور میشه. ایشون خیلی زحمت کشیده بودن، غذاشون هم خوب بود. چیکنش به نظر من وقتی که مرینیت کرده بودن سفت مرغش زیاد بود. کبابش هم کباب ترشش که زیاد من دوست نداشتم چون که کباب ترشه، ولی خوب بود کلا. کباب دیگه‌ش هم اوکی بود دیگه، یک کمی خشک شده بود فکر کنم چون که ایشون مجبور شده چیکن رو بپزه حالا اول یا اون کباب رو بپزه اول، یکم بین اینا فاصله شده. بعد فکر کنم ایشون باید تو میکروویو گرمشون کرده یا تو آون نگه داشته، این باشه یک کمی کالاتیش بیاد پایین، ولی خیلی خوب بود. روی هم رفته غذاش خوش‌طعم بود. به هر حال ببخشید. دستتون درد نکنه. دستتون درد نکنه. خیلی هم خوشمزه بود. کباباش نرم بود، بعد خشک نبود تا این حد. حالا من نمیدونم تو اتاق چی میگن، ولی در کل اوکی بود. شبی بود خیلی خوش گذشت، خوب بود. هپی الان شبی بود خوش گذشت. هپی هم این چه کسچریه؟ این چیزه این دست. هپی هم یعنی چی؟ بگو خوبم، بگو اوکی هم. باز انگلیسی شد، همون گورو بخور. سر آقا آرمانت رشته خوشکار. من خوردم از این، ولی چرا گفتم واقعی خوش باله. این خوشکار اینو من خیلی دوستم بخورم ولی واقعا خوش باله نخورم. الان خیلی دوست دارم. من اصلا یادم نبود گفتم نخوردم ولی خوردم. من تا حالا این دیگه به آرزو من رسیدم چون خیلی دوست داشتم. این خوشکار من خیلی شده، همه میگفتن اوه خیلی عالی بعد امتحان کنی. اون روز هم که رفتیم رستوران فقط واسه اینو امتحان کنم که نشد، ولی دیگه الان حله. من تا حالا خوشکار یا خوشکار تا حالا نخورده بودم. از یکی دو تا دوستم خیلی تعریف کردن، گفتن خیلی عالی. خب این دستگاهشه. اینو با ما ایران فرستاده. چه ببینمش؟ برنج رو میشورن اول، خب بعد آسیابش میکنن. آسیاب که شد
با آب قاطیش میکنن، بعد رو ماهیتابه اینجوری میریزن. چه خفن. خیلی برام سوال بود دقیقا متریال هستیش چیه؟ به صورت رشته میاد. خیلی باحاله. خیلی جالبی بود که برنج. آره واقعا. آره. رو ماهیتابه. خوب بود، خوشم اومد. اوکی بود خودش. شما چی تا حالا دیده بودین؟ نه. خورده بودین؟ نخوردیم شما. من هیچ نظری نداشتم. من خورده بودم. خیلی جالبه. این یه چیز جالب من تا حالا مثلا چیز دیگه هم استفاده کنم بجز برنج چیز یا نه؟ نه برنج فقط برنجش همون برنجه، ولی برای داخلش مغز گردو میزنن، پسته، بادام، هر چی که دلت بخواد. مثلا روشون میشه شاکلت ریخ، شلغم میتونی مثلا بذاری همه کار میشه. و از تو بیرون هم میتونی بخری حاضر شده شو یا نه؟ تو این میگه توش چیزای متنوع میشه گذاشت. تو میگه شلغم میتونی بذاری لاش. آره تو حتی غیر رشت شرعی دیگه نداره، چون فقط تو دشت با دستم راحت تر میشه. آره با دست. ببخشید دستش خیلی خوشمزه بود و میوه هایی که آورده بود خیلی قشنگ دیزاین کرده بود. چند میدی رو داشت؟ 100,000 تومان پول همینه. جدی 85,000 تومان گرفتن برای پستش. بعد فکر کردم، بعد دیدم گفتم اون برنجو باید تو آب بمونه که نرم شه. آره بعدم خیلی کوبیدمش تا به هر حال اومد پایین. ما که نفهمیدیم، شرمنده نشد. حالا خودت میدونی، هر چی صلاحه. دسر خوب بود، نمیخوام ایرادی بذارم. نه بی بذار. طعمش خیلی خوب بود. آفرین. نارگیلی که بهش زده بود شیرینیش اندازه بود، ولی یه مقداری خشک بود. دوست داشتم کنارش بعد از اون برنج و کباب یه چیز خیس معمولا ما ایرانی‌ها یه فنجون چای رو نیاز داریم و الان نه طعمش خوب بود، همه چیش خوب بود. نه خدایی مثلا بکنم چیش فکر کردن مثلا اینجوری درست کردن بیا برنج، حالا اونم برنج مثلا درست که میگن هنر نزد ایرانیان است و بس ببینید رضا جون رفتن تو مریخ آپارتمان کشف کردن، بعد شما میگی مثلا الان اونو دیدی کف کردی؟ من خودم به خودم 7 میدم. آفرین. چرا؟ چون خلال لندون بدم؟ ایدئالم نشد، اونی که باید میشد فکرشو میکردم در نیومد، ولی در کل بد بود، بد نبود. گروه خوبی بودیم خوشبختانه. آذر خانم تو دست انداز میره موهاش میره بالا پایین، عینه تو یوبمون. دیگه نیستین؟ هممون با هم تونستیم که کنار بیایم دیگه و مهمانداری آقای آرمانم خیلی داره پرت میشه. خوب بود. بیشترین امتیاز رو نمیدونم ممکنه رضا بده. آذر خانم که گمون نکنم چون کم خورده میگه. من از 1 تا 10 شماره 7 خودش هم به خودش 7 داد، وجدان درد نگیره به خاطر اینکه فقط حالا چه از این من آدم شناسم، من این کارم بین غذا و استارترش طولانی بود، اذیت شدی شما. یکی هم گوشتش وسطش خوب ای بابا. به آقا آرمان شماره 8 میدم به خاطر که طعم غذاش خیلی خوبه. رضا 9 میده یا 10؟ رضا 9 میده. اگه 2 نمره براش کم میکنم فقط به خاطر اینه که دوست داشتم دسرش رو برای چایی بیاره و یکی اینم که رضا 9 میده. غذاش یه مقداری کوکوی رضا 9 سفت بود. همین ایراد دیگه ای نمیتونم ازش بگیرم. ولی رضا 9 من بهشون نمره 6 میدم. ای بابا چرا خب اینم به خاطر خودشون خیلی آدم خیلی خوبی هستن. رضا ما این همه به آذر شیلنگو گرفتیم روش 6 حاجی 6 چیه ناموسن یه روز زحمت کشیدیم. واقعا زحمت کشیده بودن. زشته بابا ناموس. من غذای گیلان تا حالا نخورده بودم، خوردم زیاد وقتی نخورده نمیدونسته چه طعمی بوده. شاید همین اصلش کبابش مین کورسش رو خیلی کم ازشون یک کمی خپی نبودم به این خاطر 6. میخوای برگرد پولتو پس بگیر.